سلام و درود. امیدوارم که حال دل تک تکتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. میل به دیده شدن چی هست و چه تأثیرات و چه جایگاهی توی زندگی ما داره؟ میل به دیده شدن یکی از در واقع نیازهای اساسی ما هستش و تو هرم نیازهای ما جزو نیازهای اجتماعی ما دسته بندی میشه. از اونجایی که ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم و ارتباطات و محیط و اجتماع بخش خیلی زیادی از شخصیت، هویت و ساختار روانی ما رو میسازه، پس این میل و این نیاز اهمیت ویژه‌ای توی زندگی ما داره. همه ما به طور فطری، به طور غریزی نیاز داریم که دیده بشیم، به همون توجه بشه، دوست داشته بشیم، تایید بشیم. زمانی که من دیده میشم یعنی به هم توجه شده. زمانی که به هم توجه میشه یعنی تایید شدم یه جورایی، و زمانی که تایید میشم حس دوست داشته شدن و خود ارزشمندی به من دست میده. تا اینجا فهمیدیم که این نیاز به خودی خود اهمیت خیلی زیادی داره توی زندگی ما و باید این نیاز برآورده بشه. اما به چه صورت؟ داستان از اینجا شروع میشه. داستانی که در واقع ما روانشناسا باهاش سر و کار داریم از اینجا شروع میشه که چطور به این نیاز پاسخ داده بشه و راه درست و در واقع میشه گفت سالم پاسخ دادن به این نیاز چی هست، راههای ناسالمش چی هست و چه آسیب‌هایی رو به دنبال خودش برای ما خواهد داشت. گفتیم این نیاز یک نیازیه که به طور طبیعی توی وجود همه ما آدم ها هست و قراره که ما از طریق ارضای سالم و درست این نیاز به یک سلامت روانی برسیم، کیفیت زندگی ما بهتر بشه، بهزیستی روانی ما بهتر بشه. اما یه زمانی هست میبینیم نه، مسیر کلاً برعکس میشه. و اون چه موقعی هست؟ داستان آسیب رسان این نیاز، این میل چی هستش؟ یک زمانی هست ما توی یک موقعیت‌هایی قرار میگیریم و قطعاً برای همه ما پیش اومده این حالت که ما توی یک موقعیت‌هایی قرار گرفتیم که بیشتر از این که احساس یک میل یا یک نیاز طبیعی رو داشته باشیم، متوجه شدیم که به صورت افراطی ما میل به دیده شدن داریم و در اینجا بیشتر از این که این میل اسم میل رو روی خودش داشته باشه، حالت اجباره، ترس، شرم، استرابه، چیزهایی که ما تجربه میکنیم توی موقعیت‌های مختلف اینها هستش. مثلا من توی یک موقعیتی قرار میگیرم، تو اون موقعیت من احساس میکنم و فکر میکنم که به اندازه کافی دیده نشدم، به اندازه کافی به من توجه نشد. اونجا اضطراب من میاد بالا، اونجا احساس ترس من میاد بالا که من به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم، به اندازه کافی تایید نشدم. ترس من از این که حالا چون که دوست داشتنی نیستم و کافی نیستم، ممکنه که ارتباطاتم رو از دست بدم، ممکنه که تنها بمونم، ممکنه که دیگران میلی نداشته باشن که با من ارتباطی داشته باشن. احساس شرم میکنم از اینکه ناکافی هستم که به چشم نیامدم، از اینکه شاید به اندازه کافی خوب نبودم، به اندازه کافی زیبا نبودم، به اندازه کافی نمیدونم لباس مناسب یا حالا گرون قیمتی تن من نبوده، خونه من فلان نبوده، ماشین من فلان نبوده و اینجا احساس ناکافی بودن و شرم بهمون دست میده. تو اون موقعیت توی زندگی‌های ما مثال‌های ملموس و عینی تری بخوام بگم، چشم و همچشمی ها، حسادت ها، رقابت های ناسالمی که هست، همه حاصل
این میل به دیده شدن افراطی هستش. تا اینجای داستان و سطح و ظاهر هستش. تا اینجای داستان و قطعا همه ما توی یک موقعیت هایی حالا با شدت و ضعف های مختلف تجربه کردیم. اما ریشه داستان کجاست؟ ریشه داستان به کجا برمیگرده؟ چه اتفاقی برای ما افتاده که این میل ما از اون حالت طبیعی خودش خارج شده، افراطی شده و انقدر داره به زندگی ما در واقع آسیب میزنه، به روان ما آسیب میزنه و همیشه این احساس ناکافی بودن رو داریم با خودمون و این میل خیلی شدید به دیده شدن رو داریم. داستان برمیگرده به کجا؟ داستان برمیگرده به دوران کودکی ما که شخصیت ما در واقع توی چند سال اول زندگی ما شکل میگیره و افرادی که ما توی این دوران باهاشون سر و کار داریم توی شکل‌گیری شخصیت ما تأثیر مستقیم و خیلی زیادی دارن، مثل والدین، مثل مراقبان اصلی، مثل خواهر و برادرها حتی و همه اونهایی که ما به طور مستقیم باهاشون ارتباط داریم. اما نقش مراقب اصلی و والدین اینجا بیشتر از همه هستش. اگر کودک والدینی داشته باشه و یا مراقبانی داشته باشه که کنترلگرن، مقایسه گرن، سرزنش کنندن، تحقیر کنندن، سلطه‌گرن، دیکتاتورن، این والدین به بچه ها آسیب جدی وارد می کنن. این والدین دوست داشتن بی‌قید و شرط کودک رو بلد نیستن، در حالی که یکی از آیتم های خیلی مهم برای سلامت روان دوست داشته شدن بی‌قید و شرط توسط والدین هستش. یعنی چی؟ یعنی والدین میان اون دوست داشتنشون رو شرطی میکنن. اگر بچه خوبی باشی من تو رو دوست دارم، اگر این لباس رو بپوشی اونو نپوشی من تو رو دوست دارم، اگر این غذا رو بخوری من تو رو دوست دارم، اگر این حرف بد رو نگی من تو رو دوست دارم، اگر این کار خوب رو بکنی من تو رو دوست دارم، اگر اون کار رو نکنی من تو رو دوست ندارم. یعنی مدام برای بچه شرط و شروط میذارن که اگر این کار رو بکنی اون کار رو نکنی من تو رو دوست خواهم داشت یا برعکس دوست نخواهم داشت. و اونجا بچه نمیتونه با دنیای درونی خودش ارتباط درستی برقرار کنه. بچه تو اون سن یاد میگیره که احساسات خودش رو سرکوب کنه، خشم خودش رو، غم خودش رو، تنفر خودش رو، همه چیز وجودی خودش رو سرکوب کنه و تبدیل بشه به یک در واقع ماشین مکانیکی در خدمت والدین و یه جورایی قربانگوی والدین شدن. برای چی؟ برای اینکه دوست داشته بشه، برای اینکه مورد تایید قرار بگیره مجبور میشه که این کارا رو برای والدین در ازای گرفتن اون عشق و محبتشون انجام بده. یک دسته از والدین هستن که حالا نه سختگیرن نه کنترلگرن، بلکه از اون ور بوم افتادن، خیلی سهلگیرن، خیلی آسونگیرن، بچه رو به حال خودشون رها کردن، توجهی نمی کنن به بچه و اون نیاز به دیده شدن، دوست داشته شدن کودک رو تامین نمی کنن. اینها هم به بچه به همون میزان آسیب میزنن. زمانی هم هست که والدین بیش از حد کودک رو بولد میکنن. یعنی چی؟ یعنی یک تاجی از توانایی های کاذب و دروغینی تو سر بچه میذارن که این تاج قراره بعدها تنابی بشه، به دور گردن روان این بچه بپیچه. یه جورایی ارزش سازی بیش از حد، یه جورایی بیش از حد بها دادن به کودک که باعث شکل‌گیری شخصیت‌های خوشیفته میشه توی بچه‌ها.
و این بچه بعدها توی موقعیت‌هایی قرار بگیره که متوجه میشه نه، من اونقدر هم که پدرم یا مادرم میگفتن و به من القا میکردن خوب نیستم. حالا این بچه دچار اضطراب میشه و فکر میکنه که چون که تصور پدر و مادر من از من اینه و انقدره، اگر این نیازشون رو من پاسخ ندم، اگر این انتظارشون رو من برآورده نکنم، دیگه من بچه خوبی نیستم، دیگه من رو دوست نخواهند داشت و این هم به نوبه خودش باعث آسیب‌های جدی توی بزرگسالی برای کودک. تا اینجا صحبتمو یه خلاصه‌ای بکنم. ما والدینی داشتیم که ما رو بی قید و شرط دوست نداشتن و همیشه برای دوست داشتن ما قید و شرط گذاشتن. اگر بچه خوبی باشی من تو رو دوست دارم، اگر اونجوری که من دلم میخواد رفتار کنی من تو رو دوست دارم، اگر اینو بخوری، اگر اونو بپوشی، اگر این حرفو بگی، اگر اون حرفو نگی من تو رو دوست دارم، در غیر این صورت من تو رو دوست ندارم. و حتی خیلی از والدین این حرف رو به زبون میارن، اگر این کار رو نکنی دیگه مامانت نیستم، اگر این رفتار رو بکنی من دیگه تو رو دوست ندارم، اگر اذیتم کنی، شلوغ باشی، شیطون باشی، من تو رو ول میکنم میرم. و بچه در اون سن باور میکنه که دوست داشتنی نیست و وقتی که بنابر طبیعت خودش حالا یک شیطونی میکنه، یک رفتاری میکنه، یک اشتباهی از نظر والدین انجام میده، اونجا با خودش این حرف مادر رو درونی و ذهنی کرده و خودش حتی اگر مادر نگه خودش با خودش میگه مادر یا پدر دیگه منو دوست ندارن و با این تصور، با این ذهنیت بزرگ میشه که من دوست داشتنی نیستم، من کافی نیستم. چرا؟ چون که منو بی قید و شرط دوست نداشتن، چون که برای دوست داشتن من شرط گذاشتن که من طبق معیارهای اونها، طبق خواسته های اونها زندگی کنم و رفتار کنم. و مسلماً که یک جاهایی من نتونستم، پس این طرحواری دوست داشتنی نبودن، کافی نبودن در من شکل گرفته که من به اندازه کافی خوب نیستم و به اندازه کافی دوست داشتنی و خواستنی نیستم. و این ماجرا همچنان با ما میاد بالا تا سنین بزرگسالی ما و باعث شکل‌گیری شخصیت‌های مختلفی توی وجود ما میشه. شخصیت‌هایی مثل شخصیت‌های نمایشی، یعنی نیاز خیلی زیاد و بیش از حدی به دیده شدن دارن و شما اینها را از توی رفتارهاشون، از توی صحبت کردنهاشون میتونید که بشناسید. شخصیت‌های خوشیفته، شخصیت‌های حتی دوری گزین از اجتماع هم شخصیت‌هایی هستند که نیاز به دیده شدنشون شاید انقدر بالا باشه که سرکوب شده و با یه خشمی همراه شده و حالت انفعال به خودش گرفته و اینها پا پس کشیدن و رفتن. نتیجه این رابطه ناامن، این ناارزنده سازی کودک از طریق توجه نکردن بهش، از طریق ندیده گرفتنش، از طریق تایید نکردنش اونجوری که هست، اونجوری که خودش هست، باعث شکل‌گیری یک شخصیت‌های ناسالمی با دلبستگی‌های ناایمن میشه، شخصیت‌های مضطرب با اضطراب بالا، شخصیت‌های اجتنابگر یا شخصیت‌های دوسوگرا. شخصیت‌های اضطرابی به خاطر اون اضطراب خیلی زیادی که درونشون هست مدام به اون در واقع
طرف مقابلشون میچسبن و مدام تو این فکرن که من به اندازه کافی خوب نیستم، من به اندازه کافی ارزشمند نیستم، دوست داشتنی نیستم، پس این آدم منو رها میکنه و میچسبه به اون آدم و خیلی جاها باعث دادن امتیازهای بیجا و دادن یک سری باجهای عاطفی به طرف مقابلش میشه و از این مدل شخصیت ها خیلی سوء استفاده میشه. شخصیت های اجتنابی همین ترس از دست دادن رو دارن، همین حس ناکافی بودن رو، دوست نداشتنی بودن رو و همین حسی که من ارزشمند نیستم. اینها به جای اینکه به طرف مقابل بچسبن خودشون میان زودتر از اینکه طرف مقابل حالا تو فکرشون اینه که منو رها میکنه، زودتر از اینکه اون طرف مقابل رهاشون کنه خودشون از اون دایره عاطفی روابطشون میان بیرون، از آدما دوری میکنن و روابط ناموفق مختلفی رو تجربه میکنن. یا شخصیت های دو سوگرا که هم مضطربن هم اجتنابیان، توی موقعیت های مضطربن، توی موقعیت های اجتناب میکنن و نمیتونن یک رابطه سالمی رو با آدم های اطرافشون برقرار کنن. پس میبینیم که این نیاز یا این میل چقدر تو زندگی ما اهمیت داره و چقدر جایگاه خاصی توی شکل‌گیری شخصیت ما داره. اگر والدین ما به علت ناآگاهی، به علت عدم حالا داشتن اطلاعات کافی به ما ضربه زدن و باعث به وجود اومدن یک سری ترواره هایی توی ذهن ما شدن، باعث این شدن که ما عزت نفس کافی، اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم یا شخصیت های نرمالی از لحاظ استانداردهای روانشناسی نداشته باشیم، بیاییم خودمون این زنجیره رو قطع کنیم و وظیفه و مسئولیت خودمون بدونیم که حالا ما تو عصر خوشبختانه زندگی میکنیم که عصر ارتباطات هست، عصر آگاهی هست، ما میتونیم به منابع مختلف دسترسی داشته باشیم برای آگاه کردن خودمون، حالا هم در قبال فرزندانمون، هم در قبال خودمون، هم در قبال افرادی که با ما رابطه دارن. این مسئولیت رو در خودمون احساس کنیم و وظیفه خودمون بدونیم که ما قطع کننده این زنجیره آسیب رسان باشیم و به فکر حداقل یک آینده و نسل بهتری باشیم و از امروز به فکر سلامت روان خودمون بیشتر باشیم، خودمون رو اولویت قرار بدیم و ببینیم که چه اتفاقاتی برای من افتاده، ریشه یابی کنیم، آگاه بشیم به ریشه رفتارامون تا بتونیم از پیامدهای ناسالم و آسیب‌هایی که قرار این رفتارها و این شخصیت‌های ناسالم به ما بزنن جلوگیری کنیم و یا به حداقل برسونیمش. ممنونم از کسانی که به من فرصت دادن این بحث رو داشته باشم و ممنونم از همه شما عزیزان بابت توجهتون و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو دارم. ممنون که همراه من که مرد دیده شدن دیگه خیلی دیگه تجمع ماشما پررنگ بود و آینده خیلی بیشتر درگیری، مخصوصا الان که درگیری هستیم، خیلی نسل آینده باز خیلی بیشتر درگیری. دنیای آینده که مرد دیده شدن یک فضیلت حسابیه، جزو فضیلتان بود که یک نفری شناخته شده و باز دیسیم و در بین چوکوکا هم الان هستم. الان تو مواد پانه هر چوکو فکرین ده مهمانیان ادمادی جوسی کنه پیت چکاری و اگویا پیتون یوتیوبر و یه بازیگر. خب خیلی جالب. بعد اونی گفت چونی بازیگری تفر و بیشتر همه در سطح مثل مجری تلویزیون برای برنامه‌های سرگرم کننده گلاشن که ایده دند. یعنی نه پیتی که یک بازیگر با استعدادی بود، پیتی در حد یک آدمی بود که رو سرگرم کن، اما چه چیزی مد نظر آچوب که باز دیسیم بود. یعنی پیتی که در رسانه باز دیسیم بود، حالا چی تا یوتیوب چی در تلویزیون پیت باز دیسیم بود. میل به دیده شدن تایی باز پررنگ، اما چه نوعی؟ چیزی که خیلی جالبت
البته شبکه‌ای مثل اینستاگرام یا سایتانی که هستند هنرمندان ندید، افراد سیاسی ندید که برای دیستم بودن چه حرکتانی گلایش می‌کنند. خیلی جالبه. مثلا یک قاتلی اون گلایش از قتلان و تعریف کردن خیلی با شوق و لذت. خب و یک آدمی اون که مثلا گلایشو که کارش بود که مثلا به همسر و خیانت کرده و چه گلایشو تعریف کردن در رسانه در تلویزیون و دیگه و راجع به این موضوع با شوق و ذوق خبر کردن و دیشون فکر کرد که پچی این شخص گلایشو این کار کرد. خب بخاطر چی که دیسم بود، بخاطر چی که باندا رو سوپری سرکوچه یارو بگو مترجه حرکت تلویزیون من دیسته. خب بخاطر چی که دیسم بود گلایشو که به هر چیز دست جند که فقط دیسم بود. در قدیم مردمان اگر که پایس دیسم ببند پایسش که خوب دیسم ببند، مثلا بگوین طرف فداکاری، طرف ندان فلان فداکاری کرده یا حتی مثلا قهرمان یک مسابقه بوده. خب با این چیزای خوب پایسش که دیسم ببند، نه پایسش که مثلا معروف بودن طرف به خاطرش بود که بکنه دوزه، نه پایسش بود این واژه معروف بود. ترس مو هم از هم دانو که این دیده شدن الان به یک لول رسته تا جامعه ماشما که این مرزان از بین رفته، یعنی طرف به هر طریقی فقط باید دیسم بود واشی و سلی دیگه گلایشو که معنا و دست دادن شی که طرف باید که چه به عنوان دوست جاهی آورده بود یا قاتل جاهی آورده بود یا قهرمان جاهی آورده بود. مثلا یک مسابقه المپیک شامپه گلایشن که مرزان بینش از بین رفته، فقط طرف باید دیسم بود. الان همچون بوده که الان گلایش تشابکان اجتماعی ما گنده طرف به هر قیمتی فقط پیدا دیسم بود. یکی از مسائلی که خیلی جالبه برامون دیده شدن لحظه از افراد برایش که دیسم ببین خب به خدایش اعتقاد هست. خدا به عنوان یک چشم نظاره‌گری تا زندگی و تا گندند و چون که خدای گندند واشی مردمه خلاف نکنید به عنوان یک چشم ناظری این دنبال اشینه هنگته دنیا دیسم ببین ها دنبالش اینه که منو تویرش تعریف بکنید تشابکه‌های مثلا اجتماعی شان دیسم ببین این لول آدم هم ماشما راحت جامعه که افرادی که به خدا و دینش بیشتر اعتقاد هست. اما نسل های جدیدتر که کمتر خداییند و بیشتر دنیایی بودن، یعنی چشم خدایش هست کرده و چشمانی که جایگزین بودن چشمان انسانان دیگه، چشمان انسانان جایگزین کرده در اطراف و چی کسی گلایش شان گندت ایوا منو شما جامعه. ترسناکترین قسمت این داستان به نظر ما هم دانو که ماشما نسل های بعدی بچه ها به این لول برسن که تا وقتی که یک گلایشو چارتش واشی مردمه واشی انسانه و وقتی که زانه یکیش نگندت از انسانیت خارج ببین او ده ترسناکو ایشی ترسناکو این لول یعنی این چشمان و همچنین احساس رضایتش از زندگی، احساس رضایتش از زندگی و این احساسش نسبت به این داستان که هرچی آدمان گیشتر منو جه بیارن گیشتر منو بگندن پس گیشتر منش دوستا پس احساس رضایت من زندگی گیشتر بود. شی ترسناکو در جامعه ماشما به اود برسین و بچه های ماشما به اود برسین. به نظر من این آگاهی لازمه که بچه ها بزنن که این دیده شدن به چه قیمت باید بود به چه حد باید بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یک طرف قضیه برای بحث امروز دیده شدن هست و در نقطه مقابل دیده نشدن و نادیده گرفتن هست که من میخواستم یک اشاره کوتاهی بهش داشته باشم. همونطور که عزیزان میدونید و خانم ناروی خانم دکتر اشاره کردن اولین جایی که گاهی بچه ها نادیده گرفته میشن خانواده است و متاسفانه با شرم باید عرض بکنم که دومین مکان و مهمترین مکانی که بچه ها دانش آموزا استعدادهاشون دیده نمیشن مدرسه است، چون خودم یک معلمم و بعد از اون دانشگاه و بعد در جامعه. وقتی مردم وارد جامعه میشن و به این شکل نادیده گرفتن عادت میکنن هیچ حقی برای خودشون قائل نیستن، هیچ حقی برای دیده شدنشون و برای رسیدن به حقشون قائل نیستن. برای همین هم
هیچگاه برای گرفتن حقشون، هیچگاه برای دیده شدن تلاش نمی کنن. از سلام و به احترام از منظر تمام بزرگواران، حالا من یک مسیری که یک مروری کو موضوعاتی که به اصطلاح در طول زمان مطرح بوده که ما در موردش خبر بوده، من فکر کنم یک جورایی موضوعات خیلی هوشمندانه در واقع انتخاب بوده و نوعی موضوعات مرتبط با یکدیگره. برای نمونه بحث مرگ، بحث زبان و حالا بحث در حال حاضر میل به دیده شدن چون یک جورایی خیلی با هم دیگه ارتباطش هست. حالا من از مرگ شروع کنم به صورت خیلی خلاصه به بحث دیده شدن بیایم برسیم. امیدوارم توانم به صورت منسجم بیان کنم چون کاملا خالی از ذهن یکتگان. از کنم خدمت شما ما انسان اولیه که ما در واقع گوش انسان‌های نیاندرتال، این انسان‌های نیاندرتال که مفهوم برام مرگ در واقع مواجه بودیم. پس که ما از شیوه تدفین این انسان‌ها یعنی که شان شیوه تدفینش حالت چند باطمه‌ای یا جنینیه، نمونه‌هایی که الان کشف بوده و بعد این متوفایش هم با یک سری گیاهان خوشبو دوربریش در واقع چی کرده که شما معتقد بوده که یعنی یک بازگشت دوباره‌ای هست که بعد از این مرگ و با مفهوم مرگ در واقع آشنا بوده. این مرگ خود مرگ باعث بوده که یک مفهوم به نام جاودانگی شکل بگیره، یعنی تمام انسان‌ها میل به جاودانگی بگیرن. در نتیجه حالا ما اگر گوشه یک از علتان پدیدیت هنر همین میل به جاودانگیه، یعنی به بحث راهی نگوشتن که در واقع یحتاج هنرمندان که برای جاودانگی و تلاش کرده آثار هنریش در واقع خلق کرده. اما بحث بعدی که بحث در حال حاضر میل به دیده شدن، این میل به دیده شدن یک حسی که نه در جامعه ایوادی بلکه در جامعه گذشته و در بین قشر هنرمندان حتی بوده. من البته شاید متوانم شاید مثالان به صورت کامل بگوشم، ولی ما اگر بچار دیوان خاقانی یک چیزی در ادبیات شکل گرفته به نام مفاخره. مفاخره زمان شکلی بی که کسی بنا شاعر هست که خیلی شاعر قوی توجه مکن و این شاعر مجبور بی در واقع فخر فروشی کن، ازوات تعریف بکن برای اینشی که دیستن ببین. حتی ما را در شعران شاعران برجسته مثل حافظ، از کنم خدمت شما، مثل سعدی، مثل خاقانی، ایشان نمونه مفاخرانی هست که تا خاقانی بشی خاقانم نه والله خاقان نظم نصرم، یا مثلا نمونه ای هست که الان ذهن از حافظ و سعدی. و جالب شد ما در جامعه باید اما گنجی بسیاری از در واقع آیتم‌های زیبایی که در جامعه گاهن رواج پیدا کنه صرفا به این خاطر اینکه در واقع دیستم بی طرف دیستم بی. حتی نمونه زیورالات در گذشته مال نمونه زیورالات مثل دورهای بلوچی یکی در واقع چیایی میتونی که میل به دیستبوتن برای آیت دور حتی خیلی طول ببی و حتی در مراسمی که رفته که این گوشه دور مثلا درا بوده. یه در بین مردینان مثلا دندان طلا در یه مقطعی خیلی چی بود با وجودی که تراشتن دندان با آب به اصطلاح امکانات ابتدایی خیلی سخت بوده، ولی تمام این رنجشان برای تحمیل کرده تا این در واقع دندان طلا بود نصب کنه و در جامعه در واقع دیستم ببینه و این حس همواره با انسان همراه. میل به دیده شدن، موضوعی که کمتر انسانی میتواند ادعا کند که تا به حال درگیر آن نبوده و یا نخواهد بود. متنی در این باره توجهم را جلب کرد. ناگهان در میابی که از صحنه تئاتر زندگی به حاشیه رانده شده‌ای و نقش‌هایت رنگ می‌بازد و نور صحنه جامعه به سمت و سوی دیگری رفته است. هیچ کس تو را نمی‌بیند و به حسابت نمی‌آورد. بی توجه از کنارت می‌گذرند بیان که گوش چشمی به تو داشته باشند. غم غربت، غم ندیده شدن از سوی دنیای اطراف و در نتیجه آن احساس تلخ تنهایی آزارت می‌دهد. در ناخودآگاه هیچ به این پرسش می‌اندیشی
که چرا کسی مرا نمی بیند، به من فکر نمی کند و یا دست کم چهره به چهره با من نمی نشیند و دمی چشمهایش را به من گرز نمی دهد. حس در حاشیه زیستن و از نظرها غایب شدن و حس به حساب نیامدن به سراغت می آید. چنین می شود که دل حر می شوی. خورشید رضایت و معنای زندگیت به تدریج بی فروغ و کمسو می گردد. حتی ممکن است پریشان و مضطرب شوی. با این همه راهی برای ماندن در چشمها و زیستن در نظرها نمی یابی. دیده شدن مساوی است با اضطراب فراموشی و بیرحمی جهانی که در آن زندگی می کنی. دیده شدن صرفاً به معنای انعکاس تصویر خود در شبکیه چشمان دیگری و مواجهه مستقیم با دیگری و مشاهده از طریق حس بینایی نیست. دیده شدن معنای وسیع‌تری دارد. دیده شدن به همه آنچه گفته می شود که موجب می گردد دیگری و یا دیگران آدمی را در ذهن و ضمیر خود حاضر بیابند، در کانون توجهشان قرار گیرند و مستقیم و یا غیر مستقیم به او بیندیشند. دیده شدن یعنی این که در روابط و مراودات روزمره به حساب این و آن بیایند. الان مخصوصا با فضای مجازی که یحتا شما خیلی توانید بگردیم فضای مجازی مخصوصا که آدمان برای دیده شدن حاضر هر کاری بکنه، از انسانیتش بگذارن، از واتش بگذارن، فقط برایش دیستن بگذارن. یعنی خیلی انگار یه چیز مطرحی دیگه یه جوره قالب متباعد ماشما همین الان شاخهای مجازی به قول معروف ماشما شگردی همه کار کنیم. یعنی انگار دیده شدن ماشما که کل برسه زندگی میگه توی اتفاق بکنه، حالا به واسطه مجازی یا به واسطه اشیا که مثلا شورا شرکتی کنیم که مدرسه رتبه خوب بیاریم جایگاه اجتماعی باشیم کلا نظرم میشه یک چیز ذاتی که تمام ماشما تا به یک مطلب خیلی جالبی من راجع به این موضوع باند که بچه در رسانه‌های تلویزیون مردمان به دیستن ببین چیز همه میل به جاودانگیه. افراد با دیستن بودن ادام اینقدر معروفه بند، اینقدر مثلا تا تلویزیون یکی پیش داره خب میلیون ها نفر جاه یاره انگار گلاش جاودانگی در همه دنیا لذتی رو تجربه کن و حتی محدود ها ولی گلاش ها یک لذت جاودانگی تجربه کن و خیلی قضیه مهمه، خیلی قضیه مهمه که پرداختیم بری و جا یک چی هست جلسه‌ای هست ما بحث جاودانگی و که میل دیده شدن توانت اصلا ما رو به یک جاودانگی برسونه تا دنیا و یک لذت عجیبه هر کسی شاید که ماشما تورستین که بهیار این کنی آدم ماشما رو یک بازی از یاد ببره و این راهکارهای دیده شدن باعث بود که آدم ماشما رو بهیار مداره. خیلی ترسناکه که یه روز آخرین آدمی که ماشما رو جایاره از بین رو از دنیا رو و واقعا برگرده به همون میل به جاودانگی همشن دست به هر کاری جنی که فقط دیستن. اگر دوستان پادکست گوش شده حتما چنل بی اپیزود یک که نامه ای از نروژ حتما میچاره یک نوعی از میل به دیده شدن که در مورد یک آقای خبر کنم به خاطرشی که گذشته خیلی درستی نبوده یه خیلی اتفاقی یه مثل جزیره حدود 70 نفر بیدلیل باشه و این آدم این کت این قضیه قربته زمانی که پیزش از این بازجویی کنه این که سخت مگیره برام خسته یا چایی بیاره پرام یا دست وقتی که زخمی بوده بیشتر با این توجه کن و این کاری بدون هیچ دلیل انجام داد فقط برای دیده شدن و خیلی پادکست جالبیه. یکی از دلایل دیده شدن قاتلان باشه هم همشیت چون پیتش که شی در آینده این نه پیتش که پنهان بمانه پیتش در آینده شی بیه بالا و دیسمبر بود دقیقا هم برای همشی گلاشه ای کار کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. من بیاد قصه اشاره کنم که لحظه آدمان باید خلاق به جهت حرکت کنه برای اینکه میل به دیده شدن پیتش خلاق به آن جهت حرکت کنیم که گشتر دیسمبر حالا به خوب و بعد بودین این کار نه حتی این خلاق به جهت بودن حالا خیلی دوستان اشاره کنم تا جای پیش رو که اصلا حرمتان و پرشه مرزان رو بین ریم و دیگه خوبیان آمدیده میاد خیلی بدیان جای آورده نمیاد
میل به دیده شدن در راه حد پیش رو که مثلا حتی اگر به خوب و بدش اصلا کار نیست و همچنان این روان ادامه پیدا کرد تا یک جای معلوم نمی‌کنه کجای رسته. اکثر مطالب تزه ما هستش اکثر فرق کرد خب یک اشاره بود که میل به دیده شدن خودن دو مورد یا میل مثبت هم منفی ده. اکثر به نظر ما به وجود بحث هست. حالا اول سعی کنیم به شکل مثبتی دیده بره. آیا که کنترل کردن نکنه، آیا مثبت که نبود به شکل منفی خود ابراز کنه. حالا این شکل منفی یکی من از اون مثل صنعت موده. صنعت مود حالا خیلی چیزا باشه میده. فقط خاطر دیسمبر رو به مدیر. شاید وطرم اعتقاد به یعنی دی صنعت مود یا تدریسی که خاطر میل شدن. حالا چون وقتی بر مردم و دانش آموزان سرکار خیلی دانش آموزان فرق آتش سر کلاس دیسمبر خیلی از بی‌نظمی‌های افشان کنه که شام به خاطر میل شدن. چون مواد معلمه فقط دو مدل دانش آموز که ذهن آمد، یک اما دانش آموز ذهن، یک دانش آموز خیلی بی‌نظمه. دانش آموز متوسط که ذهن ما نماد. یعنی این میل شدن دو مدل مثبت و منفی. که هر شخصی به یک نحوی بروز کنن لحظه یا به هر راهی به هر چی دست جنه که به آشی برسه لحظه نه به یک نحو دیگه رسید ولی در خود کسان شکرخان مشاره که حتی این مرحله مشمقه واصله که دبستان مثلا دبستان با یک نحوی فوق کمپتیبل ابراز کنیم که یعنی یا رسمی بالات نوجوانی بچاره یکی با مثلا بوتین با قلبی با چی به هر نحوی مثلا ته آسین به اقتضای سن این چیز هست و ته ذات انسان بس بهتر ما راجع به فکر که قبل از که بیایم کلا دیده شدن از کجا هست اگر به انسان به عنوان یک موجودی مثل بقیه موجودات یعنی استثناء میکنه یا موجود چاره مثلا همانطور که یک آفتاب پرستی برایش که زنده بمانه استتار کو بوده و دیستینی هست بوده باقی بمانه و یک سری موجودات دیگه مثل جانوران که واشته رو بودش زیباتر پیش داشت تا تکثیر بین تا ازیتری باقی بمانه. پس دو راه هست برای بقا موجودات یکیش که استتار بکنه یعنی دیستیم ببین یا ایش که دیستیم ببین و تکثیر ببین و ازش که تعدادش بیشتر بود هرچند شکارشان بالاتر رو ولی چون عدهش بیشتر رو باقی مانه و بین این دو اینا که استتارش گفته باقیانه که تکثیر بوده مثل ایش که برنده فعلا متعاکسی بوده که تکثیر بیشتر بوده. الان هم همچون محیط و اجتماعی که هستن جمعیت که بوده بیشتر پیشه داریم و بیشتر قدرت بیشترش هست. یک موضوع دیگه که در مورد دیده شدن هست قدرت ها. شما یه مثال جد در موردشه که قبلا انسانان حالا ایمانش هست و یک قدرت آینه چارس و سعی کنید پناه قدرت زیبا بکنه اما الان اگر وقتش دیسین ببین قدرت وقتشه در واقع قدرت آکسی ها که مرکز توجه ها نیش که قدرت بیاد نفر دیگری بدین که آیش بچاره پس هر چقدر بیشتر دیسین به قدرت منفره. حالا خوب یا بدی که شما گوشتتون آقا البته حواتیش هم یه چالشی برای اینکه آموزات که شما کسی که وقت جلو دیگران بینید پس سعی کن که خوب بود و وقت تنهایی بود یک آدم وحشتناکی بود. از طرف همچی هم هست که اکثر مواقع کسی کن که دیگران بینید به شاید هم یه الگوی به زندگی بود و یک چالش دیگه شو که از کجا معایبه خوب و بد چیا چون وقت خوب و بدم دانه که الان یه امر نسبی و خیلی از زیر سوالی بره که بر اساس چه قضاوتی ما آیا حق قضاوتی هست که خوب و بد تشخیص بده. شاید چیزی که روزی ما شما به عنوان خوب یا بد معرفی کنید فردا کلا تعریف عوض بود. در مورد دامنه دیده شدن این گفت که البته گفتم که قدرتی و اتفاقا برای جامعه ما شما دیده شدن امر مثبتی چون ما مثل همه آفتاب پرستی که وقت استتار کرد که فقط نجات پیدا کنه
الان هم اگر بچاره وضعیت جامعه وطنه به جایش که وقت پیش داریم دیسیم ببین یه گوشه منزوی و ساکت بوده و راضی به همه چیزایی بوده که تنی واحدی بوده. اما همه چند سالی که اینترنت یخت و حالا با همه خوبی ها و بدی هایی که با تاریخ وطنی هست پیش رفته، اما خیلی نکات خوبی هم بوده میدیسیم بوده. تا چند سال پیش اگر دختر بلوچی فقط آسیندی مثلا فضای مجازی بخش بوده به دانتینش که این بونو که سیکو که دختر دیگه هیچ آبروی را ولی داری وقتی این چیایی که درخت و الان خودشم بینه حداقل یک دختر با آبروی به خاطر آبروی که هست زیر سوال نرو برای کسانترین چیزی که ممکنه مثلا عکسی تا مدرسه تا یک همایشی سرودی گرفته بوده برای چیزا جواب ندن چون خیلی رواج پیدا کرده مثلا دیسیم بودن. الان داریش ما حقوقی هم که وطن توانیم بگیریم و ایدل قدرتان توانیم به ما بدیم هم همیشه که قدرتمند بودیم پس باید دیسیم بدیم و نظر جامعه ما باید اتفاقا تلاش کنیم که دیسیم بود. با همونجوری که همه دوستان هم گفتم وزیرشون دیده شدن تو همه افراد وجود داره، تو همه مراحل زندگی فکر کنم، یعنی نظر من وجود داره، یعنی از کودکی بگیر تا بزرگسالی این میله وجود داره. حالا تو بعضی بیشتر، تو بعضی مثلا کمتر، این که چه میزانی باشه بستگی به اون حالا فرد داره، بستگی به محیطش داره و ژنتیکش به نظر من، چون که ممکنه توی خانواده‌ای هستن کل افراد خانواده این میلشون مثلا بیشتره، این که تو همه هست اون که وجود داره، ولی اون که مثلا بیشتر باشه ممکنه توی خانواده‌ای این باشه، ولی ممکنه توی هم خانواده دیگری فقط یه نفر اینجوری افراطی مثلا میل به دیدشون نداشته. حالا تو کشورهای مختلف جالبه به نظر منم مثلا کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه این بیشتره، نه اینکه تو کشورها مثلا پیشرفته نباشه هست، ولی توی میزان این تو کشورهای توسعه نیافته در توسعه مثلا بیشتره. شاید یکی از اون مسائلی که همه این کشورهای در حال توسعه استقبال میکنن از فضاهای مثلا مجازی مثل اینستاگرام یا مثلا بقیه چیزهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، شاید میتونه یکی از دلایلش همین میل به دیده شدن باشه. اما مهم به نظر من این میل دیده شدن در مورد چی کنیم، مهم اون اینه که انسان‌ها چگونه این میل رو ارضا میکنن. این یکی به نظر من خیلی مهمتره. همونطوری که گفتم مثلا از یکی از دوستان مشارکت خوب بعد فلان، حالا این میل دیده شدن اون نحوه ارضاش میتونه بعضی جاها مفید باشه، اینطوری بگیم به نظر من بهتره، و بعضی جاها مثلا مضر باشه، بعضی جاها مثلا هیچ فایده‌ای نداره. مثلا اونی که مفید باشه مثلا فرد اینطور تصور کنید که برای اینکه دیده بشه میاد سخت تلاش میکنه، سخت درس میکنه که مثلا دکتر بشه، حالا به خاطر همین که مثلا دیده بشه، چون مثلا تو خانواده مثلا بهش توجه نشده، بی توجه مثلا. حالا یکی از دلایلش نمیگه که همه دلیلش به خاطر دیده شدن مثلا رفته درس خونده مثلا به مقام رسیده، اینجا میتونه مثلا مفید باشه، اما خیلی جاها مفید نیست. طرف میاد همونطور که گفتن داشا مثلا یه کار عجیب غریب میکنن، شکل عجیب غریب برای خودشون میسازن، تیپای عجیب غریب هم میتونید مثلا دیدی، یا مثلا مثل فلان بازیگر حرف میزنن، مثل فلان بازیگر مثلا فلان فرد معروف مثلا رفتار میکنن، یا همون سنت دوستمون اشاره هم کرد مود فلان مارک رو بپوشیم، حالا بهش مثلا اصلا تو لذت میبری از این کاری که داری انجام میدی یا نه، یه فقط بحث اینه که مثلا دیده بشه این کار رو انجام میده. بعد در نهایتا مثلا بعضی جاهای مثال اشاره کرده، مثالش همین به جای پیش میره خود مثلا
خودکشی طرف بخواد مثلا دیده بشه حتی این کارم انجام میده بوده. اما میل به دیده شدن در حالتهای افراطی نمیدونم قبل از این ما بیام ویدیوهایی که پخش کردی گفتن یا نه اختلالشی گفتن؟ بگو. افراطی رو نه گفتن البته گفتن نگم مثالاتو بگو شاید متفاوت ما میل دیده شدن در حالت افراطی و همون اختلال شخصیت نمایشی بهش میگن که مثلا فرد تلاش میکنه که تو مرکز توجه باشه، اگر نباشه موجب مثلا اضطرابش میشه. حالا مثلا تو مرکز توجه باشی همون مثلا اینجوری میخوام مثلا شاید همین حرف زدن من که الان تو این جلسه هستم شاید از این میله میاد برای اینکه دیده بشم یه ماده میشه صحبت میکنم هیچ اشکالی نداره خوبه، ولی یه جاهایی که مثلا موجب آزار و اذیت تا فرد به موجب آزار و اذیت دیگری نشه هیچ اشکالی نداره. اما افرادی که افراطی میرن تو اختلال شخصیت نمایشی که مثلا حرکات زندگیشون مثل تئاتر نمایش حرکات بعد جالب اینجاست که درمان این افراد خیلی سخته چون هیچ وقت قبول نمی‌کنن. مثلا اگه ما چیزی که البته من خوندم نمیگم که خودم فردی رو اینجوری دیدم به خاطر این سخته که مثلا طرف قبول نمی‌کنه که همچین اختلالی وجود داره. مثلا میگه من خیلی مثلا آدمای احساساتی هستیم نمیدونم برونگرا هستیم به خاطر اینه ما هیچ گونه اختلاطی روش همون روش درمانیشون هم روان درمانی بهش میگن. یه خدمت تو عرض کنم که اما در کل بخوام جمعش کنم شاید به نظر من میل دیده شدن اول اینکه انسان موجود اجتماعیه یکیش به خاطر اینه، اما چیزی که من خودم برداشت میکنم از این میل دیده شدن به خاطر اینه که انسان ترس از تنهایی داره، یعنی این ترس از تنهایی است که میاد همچین حرکتی میکنه. آقای ملازی به دو تا موضوع اشاره کرد خیلی جالب بود، یکی حریم خصوصی بود، یکی هم بحث همون اینستاگرامه. من دو تا مقاله خوندم راجع به این. حالا اولیش چیز بود من توییت میکنم پس هستم، این داروه همین بود که چرا از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم. دومین مقاله هم راجع به این بود که دیده شدن به اون حدی پیش میره که دیگه حریم خصوصی وجود نخواهد داشت و سازمان‌های اطلاعاتی به مشکل برمیخورن چون هیچ چیز پنهانی وجود نداره که دنبالش باشه. شما عزیزان بزرگواران امیدوارم که حالتون خوب باشه. در حیطه میل به دیده شدن من این هفته که مطالعه کردم همینجور به مقالات متعددی که برخورد کردم به دو پدیده خیلی مهم برخورد کردم چون من دنبال ریشه بودم. از بچه‌ها دانش آموزان می‌پرسیدم بچه‌ها چرا ما میل به دیده شدن داریم بحث می‌کردیم سر کلاس اینها. وقتی خودم رفتم مطالعه کردم دو تا پدیده مهمی که الان به وجود اومده یکیش هست دابل اسکرینینگ. یعنی چی؟ یعنی ما یه گوشی دستمونه یکم تلویزیون تو خونه و همش سرمون توی این دوتاست و هیچ توجهی به اون فرزندی که آوردیم، مسئولیت‌هایی که در قبالمون داریم، محبتی که باید بهش بشه، توجهی که باید بهش بشه نداریم. و یه مورد دیگه، یه مقاله دیگه هم که خوندم این بود که یه چندین مورد نزدیک 1000 نفر اومده بودن مطالعه کرده بودن و دیده بودن کسایی که خیلی زیاد میل به دیده شدن دارن از خانواده‌هایی میان که پدر و مادر هیچ گونه توجهی به همدیگه ندارن و اون احساس امنیت رو به فرزندشون نمیدن. دقیقاً چیزی که ما توی جامعه‌ها و فرهنگ‌های بلوچی خودمون هم داریم. هیچ وقت نمی‌بینیم پدرمون با مادرمون محبت‌آمیز صحبت بکنه. این رو بعد می‌بینیم که مثلا اگر که پدرمون با مادرمون خوب صحبت بکنه اصلا همچین اتفاقی توی خونه ها اصلا نمیفته و همین میشه که اون فرزند احساس ناامنی میکنه، دوست داره که خودش رو بعداً به یه صورت دیگه ای نشون بده. میل به دیده شدن این افراد به شدت زیاد میشه و دوست دارن به شدت خودشون رو به جنس مخالف بعداً توی نوجوانی سریعاً جذب کنن و خودشون رو در مرکز توجه قرار بدن فقط به خاطر همین چیزی که توی خانواده ها هست. ما بعد میدونیم تابو میدونیم که اصلا
مثلا به همسرمون یا به توی خانواده محبت آمیز رفتار بکنیم. چرا؟ چون که از نظر فرهنگی، از نظر دینی این مثلا به ما گفته شده که مثلا جلوی بچه‌ها نباید مثلا محبت کنیم، پدر و مادرمون نباید مثلا با هم دیگه محبت آمیز رفتار بکنن. کوچکترین رو حتی منع کردن. از همین جهته که ما بچه‌هامون الان فقط رفاه رو برای بچه‌ها فراهم می‌کنیم و بچه‌ها توی مدرسه رفاه زده هستن. فقط میان که لباسشون رو به هم دیگه نشون بدن، بیان نمیدونم کفششون رو به هم دیگه نشون بدن و فقط میخوام همین رو میل به دیده شدن رو که ارضا نشده در کودکی میخوان یه فعل و فعالاتی توی نوجوانی باهاش انجام بدن و اون خواسته خودشون رو ارضا بکنن. خیلی ممنون، سپاسگزارم. با سلام درود فراوان. یه چند کلمه استاد دانشزاده در مورد انسان‌های نیاندرتال گفتن، شروع بحثشون ولی ادامه ندادن. من میخوام از اونجا شروع کنم. شما میدونید تقریبا قبل از انسان هوشمند که ما باشیم انسان‌های نیاندرتال بودن. قبل اینا فکر می‌کردن انسان‌های نیاندرتال تقریبا وحشی بودن، مثل میمون‌های وحشی یا مثل حیوانات وحشی، ولی بعداً فهمیدن که اینجوری نبوده. حالا چطوری فهمیدن؟ اومدن اسکلت نیاندرتال‌هایی که در کلاً در آسیا و اروپا کشف کرده بودن، دیدن مثلا یه اسکلتی هست جمجمه شکسته، دست و پا شکسته هست، اعضای بدنش ناقص شده ولی 20 سال زنده بوده. خب غالباً وقتی یه حیوانی اینجوری میشه میمیره، حذف میشه از جامعه. ولی دیدن که این انسان‌های نیاندرتال 20 سال عمر کردن، بعضی اینکه سرشون شکسته، دست و پاشون شکسته، معلول شدن و دیگه نمیتونستن در شکار شرکت بکنن، در رقابت‌ها شرکت ولی زنده بودن. فهمیدن که یه سری انسان‌ها از اینا مراقبت کردن و فهمیدن که نه، انسان‌های نیاندرتال به اصولی که ما فکر می‌کنیم خیلی وحشی نبودن. شاید خیلی هم اتفاقاً آدم‌های هنرمندی بودن. میشه اینا رو از مثلا اون آثاری که در غارها یا روی ابزارها پیاده کردن اینو فهمید. این چیز جدیدی هست. حالا ما می‌دونیم که ما در بند ژن هستیم. ژن‌های ما رو هدایت می‌کنن. درسته ما میگیم که اگر در جامعه ما باشیم چیزای اقتصادی، ما خیلی چیزا رو اقتصادی کسب می‌کنیم و اونها رو اجرا می‌کنیم، اما اینو بدونید با وجود این ما باز هم در بند ژن‌های خودمون هستیم. یکی از اون چیزهایی که ما در بندش هستیم و در واقع ژن‌ها ما رو هدایت می‌کنن همین میل به دیده شدن هست. من اومدم میل به دیده شدن رو در 3 سطح دسته‌بندی کردم. سطح اول که اونم میگم این کار ژن‌های ماست که ما رو هدایت می‌کنن به این سطح. یکی سطح اول هست قدرت و نفوذ و تسلط و پول و ثروت هست. یعنی دیده شدن به خاطر اینا. به خاطر چی؟ شما اگه بررسی می‌کنید مثلا زندگی میمون‌های زندگی انسان‌های نخستین رو بررسی می‌کنید، اینا برای اینکه بتونن قدرت و تسلط و حالا پول و ثروت اینا رو به دست بیارن خودشون رو نشون میدادن. به چه صورت خودشون نشون میدادن؟ به صورت قدرت، به صورت آدمای خیلی قوی، تسلطگر. این حالا درسته ما اون دوران وحشی رو گذروندیم ولی این حس سطحیه که قدرت و نفوذ و تسلط و پول و ثروت و اینا هست در بین رهبران ما شما هست. اون کسانی که کار سیاسی انجام میدن، کارهای رهبری لیدری رو انجام میدن و کسانی که صاحبان قدرت هستن، این خوی سطح اول که به اصطلاح دست آوردن قدرت و تسلط هست در اونها چیه؟ مونده. سطح دوم سطح جذب محبت یا جذب کمک‌های دیگران هست. مثل همون انسانی که انسان نیاندرتالی که به هر حال سقوط کرده، دست پاش شکسته، دچار مریضی شده، می‌خواسته خودش رو نشون بده. دیدین خیلی از افراد وقتی مریض میشن میگن اینجا مثلا چقدر درد می‌کنه فلان. این نشون دادنه. به خاطر چی؟ اینجا دیگه هدف پیدا کردن قدرت نیست، پیدا کردن به اصطلاح اون حس همدلی و به اصطلاح توجه و اینا هست که ترحم. دقیقاً اینا به این خاطره که بازم ما اینجا حس دیدن دیگه بر اساس قدرت نیست، بر اساس تسلط و نفوذ و پول و ثروت نیست، به خاطر اینکه اینا رو جذب کنیم که به ما توجه بکنن و ما از اون جایی که هستیم به هر حال دیگه حذف نشیم. سطح سوم سطح لذت است از دیده شدن. یعنی چی؟ یعنی این سطح نه اون سطحی هست که افراد دنبال قدرت و ثروت و نفوذ هستن، نه اون سطح دوم هست که مثلا در پایینن احساس نیاز میکنن. این یه سطحی هست بهش میگن سطح لذت که بیشتر
بیشتر میشه در کارهای هنری دیدش. وقتی هنرمند یه اثر هنری میخواد ارائه کنه، نه دنبال قدرت و نفوذ هست به اون صورت، نه دنبال چیزهای نیاز هست. هدف چیه؟ اون لذتی که کسب میکنه از اینکه خودش نشون بده یا دیده بشه. یا افراد مذهبی هم خیلیشون جوری هست. حالا درسته مثلا شما گفتید که مثلا اونجا چشم خداوند رو میبینن، به خاطر خداوند این کارا رو انجام میدن، ولی خیلی از افراد، شاید 99% افرادی که کارهای مذهبی رو به صورت علنی انجام میدن، همون حسه که در مذهب بهش میگن ریا، ولی ما بهش میگیم چی؟ دیده شدن. ببین من چقدر آدم خوبی هستن، کمک میکنن، نمیدونم ایتام کمک میکنن، به مسجد کمک میکنن، فلان میکنن، ولی این همون حس لذتی هست که بهشون دست میده. همینطور ورزش هم در همین سطحه، نه سطح تسلط و قدرت هست، نه سطح نیاز. اون سطح چیه؟ لذت هست. وقتی یه قهرمان خودش رو در سکوی افتخار میبینه، لذت میبره. همینطور دانشمند میشه افراد مختلف رو در این سطح مثال زد. خب حالا این به اصطلاح دیده شدن یک چرخه‌ای هم در زندگی ما انسان‌ها داره. موقعی که بچه هستیم، نوزاد هستیم، حس دیدن من و شما بیشتر به خاطر این هست که اون محبت و توجه دیگران رو خودمون جلب کنیم. بعد میرسه به نوجوانی، حسی که ما در نوجوانی داریم حس استقلاله. یعنی یا بله من دیگه آدم شدم، من بزرگ شدم، این حس میخواد نشون بده. این نشون دادنش بر اساس چیه؟ حس استقلال. بعد به جوانی که میرسه، در سطح جوانی ممکنه یکی از این سه تا سطح باشه، دو تا سطح باشه، یا حس لذت باشه یا حس قدرت باشه. و نهایتا در پیری حس دیدن من شما باز برمیگرده به حس نیاز تا حدی و حس افتخار. من دیدم خیلی از پیرمردها یا پیرزن‌هایی که وقتی که به اون سن بالا میرسن از بی‌توجهی اطرافیانشون مینالن. به خاطر چی؟ اینا فکر می‌کنن ما 60 سال 70 سال با افتخار زندگی کردیم، خدمت کردیم، فلان کردیم، ولی این دیگه به قول معروف اون چیزی نیست که ما انتظار داریم. انتظار دارن که بیشتر دیده بشن، بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. و بعضی وقتا می‌بینید که مثلا خیلی از مخصوصا در پیرمردا، حالا در پیرزنا من کمتر دیدم، در پیرمردا این خیلی بیشتره. توی مجلسی، تو مراسم پرسه‌ای میشینن، تو مراسم عروسی میشینن، تو دیوان خانوادگی میشینن، شروع میکنن به تعریف کردن از گذشته خودم. من فلان بودم، من این کار کردم، من این کار کردم، در حالی که این برمیگرده به خاطر اینکه خوب دیده نشدن و خوب ارضا نشدن از لحاظ دیده شدن. شروع میکنن به حال اون صحبت کردنایی که بعضی وقتا دیگه از اون حد به قول معروف خوبش در میاد و خیلی لوس و بی‌ارزش میشه. این تمام چیزایی که دوستان در مورد اینستاگرام گفتن، در مورد جوانان و مد گفتن، اینا برمیگرده به همش به همین چیزایی که ما گفتیم که مثلا شاید یک نوجوانی بخواد که استقلال خودش نشون میده، دنبال مد هست. دنبال مد بودن به نظر من برخلاف دوست عزیزای بارنزی اصلا بد نیست. بله، چون به هر حال ولی دیگه تا یه حدی داره، یه مرزی داره. از اون مرزی که بگذره دیگه خوشایند هیچ کس نیست. مثلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که دوستان بزرگواران. والا هر چیزی که در ذهن بنده بود دوستان گفتن و سالارام هم تیر خلاص رو شکلی کرد دیگه. من فقط اومدم اینجا خسته نباشید بگم خدمتتون. والا ایناتش خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون که میل به اشتیاق دیده شدن رو به نظر بنده ذاتاً و فطرتاً انسان‌ها همشون دارن. حالا همه انسان‌ها به نظر بنده ذاتاً و فطرتاً اون اشتیاق به دیده شدن رو دارن. کما اینکه این رو در کودکی که به هر حال با بهانه‌گیری‌هاش، با لجبازی‌هاش این رو به هر حال می‌خواد که کامل توجه باشه، چه روحانی که بالای منبر میره، چه یک سیاستمداری که به هر حال اون فعالیت‌های سیاسی رو انجام میده، چه هنرمند، چه ارزم به حضور شما که هر کسی با هر جایگاه و به هر حال صنفی که هست در واقع اون اشتیاق رو داره و گاهن هم همین میل به دیده شدن یا همین دیده شدنه گاهن منفعت‌هایی رو می‌تونه داشته باشه، حالا چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. می‌بینیم که به هر حال اون اینفلوئنسرها یا به هر حال اون ارزم به حضور شما که اون کنشگران یا حتی به هر حال هر کسی در صنف خودش اون میل به دیده شدن گاهن میتونه که مثلا همون منفعت رو داشته باشه، یا در فضای حقیقی مثلا اون میل به دیده شدن یا اون اشتیاقه گاهن میتونه که مثلا منفعت‌های معنوی رو هم برای اشخاص داشته باشه، مثلا برای ارتقای سطحشون گاهن اون
نیاز دارن حتی که به هر حال دیده بشن. یک مثال در فضای مجازی که ما کنی برخورد کرده در توییتر مثلا دعوای بین برونگرا و درونگرا، افراد درونگرا که تصور باشه که کمتر میل دیده شدن شخص نپیدش تو توییتر ایکشان در مورد شیک نپیدش دیستن ببین توییتر جدا الان برونگرای مسخرش کنن که اگه شماره ایک میل به دیده شدن نه پچه در موردش خبر کنه توییت مجله دیگه اگه گپیش نیست خیلی گلاشه و بول کنه و تلویزیون. سلام از اینکه رو خدمت شما تمام بزرگواران عزیزان خیلی خوشحالم که جمع شد 90% برامون آقای الان مثل ما من بگید حقیقتی اگه واقعا میل فارسی صحبت کنن میل به دیده شدن از نوزادی حتی اگه بخوایم واقعا بریم تو بحرش از نوزادی هست نوزاد یک ماهه حتی 20 روزه 30 روزه یا حرکاتی از خودش نشون میده یه با لبخند با نشون دادن صداهای خودشون نشون میده که ما متوجهش بشیم و این واقعا از حتی میتونیم یک ذاتی و درونی هست میل به دیده شدن تا بزرگترش این حالا اگر واقعا بفهمش خانم کریمزاده اگر واقعا توی خانواده باشیم که مدار توجه باشیم و خانواده از همه لحاظ از لحاظ محبت عاطفه مادی معنوی همه جوره به ما رسیده باشن که این میل دیگه کاملا آروم آروم شکل میگیره و سمت و سوی خیلی خوبی پیدا میکنه. اما اگر متاسفانه در خانواده باشیم که تنش‌ها یا درگیری‌های خانوادگی روی بچه هم اثرات منفی خودشون نشون میده و متاسفانه اونجا که نباید میل به دیدن و توجه شدن و سمت سوی میدن و چقدر خوبه اگر به سمت سوی خوب بره حالا کتابخوان شدن هنرمند شدن خلاق بودن معلم خوب بودن فیزیکدان خوب بودن طراح خوب بودن اینا خیلی خوبه اما متاسفانه خیلی وقتا دوستان ما میل به دیدن رو در مسیر منفی یا دور از جون معتاد یا دور از جون چاقوکش یا بعضی بچه‌ها اینقدر برای اینکه جلب توجه کنن و دیده بشن در مدارس یا در جمع‌های خانوادگی ناخواسته به سمت کتککاری و فحش و اینجور چیزا یا اینکه اذیت و آزار دیگران میرن و چقدر خوبه واقعا آقای خداونده ما این چیزا رو هممون داریم میبینیم و اگر واقعا بتونیم دست یاریگر یا کمکی برای بچه‌هایی باشیم که بتونیم اونا رو بکشیم بالا یعنی از اون جهت منفی که دارن میرن یا اون راه دور از اون اشتباهی که دارن میرن این مسیر رو الان دست ما افتاده این مسیر دست ما افتاده که بتونیم بعضی بچه‌ها من همچین حرفی رو نمیزنم ما بتونیم همه رو کمک کنیم اما میتونیم از بین اون جمع یک نفری رو کمک کنیم یا میل به دیده شدن شد تشویقش کنیم ترغیبش کنیم به سمت خیلی خوبی ببریمش که خدای نکرده از جهت منفی که دارن کشیده بشه و